اگه دنبال رژ گونه خوبی اما نمیدونی چی باید بگیری، اولین ویدیو رو نگاه کن. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من. خیلی دوست داشتم یک ویدیو بگیرم راجع به رژ گونه، چون جدیدن خودم خیلی اعتیاد پیدا کردم به رژ گونه. خب خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. میخوام که رژ گونه هایی که الان خیلی ازشون استفاده میکنم همراه با قیمت و اینکه چطوری چقدر موندگاری دارن و چقدر ارزش خرید دارن بهتون معرفی کنم. خب اول از همه بریم سراغ این پالت رژ گونه شیگرم که واقعا خیلی دوستش دارم. فقط یه ایرادی که داره اینه که موندگاری خیلی بالایی نداره، اما رنگاش و تنوع رنگاش واقعا بی‌نظیره. حالا نوری که من روشن کردم شما نمیتونین رنگای اصلی رو ببینید، ولی من کنار حتما عکسشو میذارم. رنگاش همه کاربردی ان. الان رنگی که من استفاده کردم این روشن ترینه است که خب برای آرایشایی که خیلی دخترونه و در واقع یه جورایی نمیخواین که خیلی مثلا حالت آرایش کرده به نظر بیاد، فقط میخواین یه کوچولو مثلا باربی طور صورتی طور بکنین آرایشتون رو، از این رنگ و این رنگ میتونین استفاده کنین که این دوتا بیشترین استفاده هم هست. یعنی این کلا دیگه اون شکل گل روش رفته انقدر استفاده کردم. این دوتا رنگ خیلی موندگاری بالایی دارن، اما این رنگا یه مقدار موندگاریشون به نسبت کمتره. ولی خب اگه بخواین روی رژ گونه مایعش بزنین، که خب من از این استفاده میکنم، این رنگ لاف کیکه که برای این و این و حتی این خیلی ترکیبش خوب میشه که اینو بخوام زیر بزنم به عنوان بیس بزنم، این یکی رو خیلی هم حجمش زیاده و موندگاری خیلی بالایی داره. خیلی مثلا میگن شاید زیاد خوب نباشه، موندگاری بالایی ندارم و به نظر من ترکیب این دوتا با هم فوق العاده میشه. و دیگه فکر میکنم که این بعد قیمتش الان یه چیز حدود 1 خورده‌ای باشه. خیلی راضیم ازش. حالا پالتی که میخوام راجبش صحبت کنم، پالت تقریبا میشه گفت نیمه جامده. میگم نیمه جامد به خاطر اینکه اینا خیلی بافتشون مخملیه و البته اول که مثلا میخوای استفاده بکنی شاید یه ذره به نظر خشک بیاد، اما به محض اینکه از همشون یه دور استفاده میکنی جای اون انگشتت میمونه، کم کم با حرارت دست اون آب میشه و یه بافتی داره که هم باعث میشه زود تموم نشه، هم چرب نباشه که زننده بشه، هم همین که خیلی خشک نیست که نشه استفاده کرد. و از بین اینم رنگایی که خیلی دوست دارم که رنگ بنفششه، که برخلاف چیزی که خودم فکر می‌کردم که رنگ بنفش خیلی ریسکیه، رنگ بنفش این پالت خیلی کاربردی و قشنگه و تقریبا میشه گفت به همه نوع صورت و پوستی میاد. و دیگه چیز دیگه که این دوتا رنگ بالا کلا این ردیف بالا رو خیلی دوست دارم و این رنگ وسطی پایین به عنوان رژ لب خیلی قشنگ میشن و این رنگ هم حتی به عنوان خط چشم ازش استفاده کردم و یه ویدیو شورت گرفتم و گذاشتم که خب این بود فکر میکنم، آره این دوتا یا این بود احتمالاً، و خیلی قشنگ میشه برای همه نوع آرایشی. کلا این سه تا رنگش خیلی فوق العاده‌ن و برای رژ گونه هم از این رنگ و این رنگ خیلی استفاده میکنم. در واقع میشه گفت با این پالت شما میتونید یه میکاپ تقریبا کامل انجام بدین، چون رنگاش خیلی کاربردی و قشنگن، بافتش هم مناسبه کلا برای لب، گونه، همه چی. مثلا این توی موندگاریش توی رژ گونه خیلی بالاتر از شیگرمه، اما خب باز هم نمیتونم بگم این موندگارترین چیزی که تا الان داشتم، اما برای چند ساعت خوبه. اگه میخواین که حتما مثلا برای مراسمی استفاده کنین که ساعت طولانی تری بخواد بمونه، اینو باید حتما با یه چیزی، با یه پودری فیکسش کنین. چیزی که میخوام نشون بدم این مقدارم روش کثیف شده و این خیلی حالت شیشه‌ای داره، خودم الان دارم نشون میده. و این هم پالت رژ گونه باز مای میکاپ استوریه. فکر کنم اون قبلی رو نگفتم، اون قبلی هم مای میکاپ استوری بود. این هم رژ گونه مای میکاپ استوریه که اینم احتمالاً به خاطر نور رنگش اصلا مشخص نیست، خیلی نارنجی داره میفته، اما حالا اون بالا عکسشو میذارم که ببینید اصلا نارنجی نیست. یه خیلی آینه خوب و با کیفیتی داره. حالت صورتی هلویی داره، خیلی رنگش خوشگله، صورتی هلویی طوره و خودش هم یه دونه براش داره که من زیاد از این استفاده نمی کنم، اما برای مواقعی که حالا لازم باشه خیلی خوبه و کاربردیه. خیلی پکیجینگش هم شیک و خوشگله. از نظر موندگاری این خیلی موندگاری بالایی داره. اصلا مهمتر اینه که این رنگش خیلی به رنگ پوست من میاد، خیلی دوستش دارم. شماره‌ش هم شماره 2.
شماره 2 و رنگش خیلی خیلی خوشگله و خیلی خیلی موندگاری بالایی داره. برای پاییز هم خیلی مناسبه، هم برای تابستون. یعنی کلا تو همه فصل من ازش استفاده کردم، اما توی این فصل خیلی آرایش رو خوشگل‌تر میکنه، چون هم میشه با تم آرایش صورتی ستش کرد، مچش کرد، هم با تم آجوری میشه ستش کرد، چون یا تونش بلویی داره، هم خونی دارم با هم دیگه. این موردی هم که میخوام معرفی بکنم این رژ لب گلدن روزه که اصلا دیگه همه چیزش رفته و کلا تموم هم شده، بخاطر اینکه خیلی خیلی زیاد ازش استفاده میکنم و به نظر من این رژ لب ساخته شده بود که رژ گونه باشه و اگه دارین این سریو که مدل ویژن و شمارش هم 144، نمیدونم مثلا پیدا میشه یا نمیشه، اما اگه پیدا کردین حتما بگیرین، مخصوصا اگه دوست ندارین که مشخص باشه که رژ گونه زدین. یعنی چرا؟ یعنی این حالتی که شما فقط میخواین یه مقداری یه کوچولو بولد بشه. مثلا من خودم جوریم که اصلا دوست ندارم خیلی خیلی زیاد رژ گونه‌ای باشه، یه چیز جوری رنگی رو گونه‌ام باشه و خودم حتی گونه‌ام یه مقداری قرمز در حالت طبیعی و اینو با کرم پود معمولا میپوشونم و اگه مثلا حالا به یه علتی از کانسیلر و کرم پود استفاده کنم روزی که نمیخوام آرایش کنم، حتما اون روز صورتم زیادی قرمز بوده. اما کار ندارم، میخوام بگم که من که خوشم نمیاد از قرمزی، معمولا از رنگای خیلی صورتی روشن، باربیتور یا حتی این رنگ استفاده میکنم که یه رنگ خیلی کالباسی هلویی طور داره و خیلی قشنگه. فقط این چون رژ لب خیلی خیلی چربه و بایستی که وقتی کانسیلر رو کرم پودر اینا رو میزنین کانتور میکنین، اگه کانتورتون چربه مخصوصا، این همون مرحله باید زده بشه روی صورت، نه بایستی که روی پودر زده بشه. اگه مثلا این قسمت پودر زدین دیگه دیره واسه زدنش، اول بعد اینو بزنین چون خیلی چربه، چون رژ لبه، اما اینجوری نیستش که بریزه، همونجا میمونه و موندگاری خوبی هم داره. من خیلی از این خوشم میاد. روی لب زیاد دوستش نداشتم چون خیلی خیلی نوده، خیلی روشنه، اصلا نود هم حتی نیست، بی نهایت روشنه روی لب، حقیقتی که کبود دیگه میشه. قیمت این پالت الان حدودا فکر کنم بعد 2 میلیون خورده‌ای باشه، 2,200-300 و قیمت این رژ گونه‌شون هم فکر میکنم بعد زیر 1 تومن باشه، اما مطمئن نیستم، همون حدود 700-800 تومن باشه. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و سری بعد میخوام یه ویدیو بگیرم کرم پود و کانسیلر و کانتور و بگم که اونا چیا رو استفاده میکنم و چقدر ازشون راضیم.